نمیدانند که در اسلام سیبگا نیست، در اسلام سرتخته نیست، در اسلام پنجشنبه و 7 و 40 نیست. شما مراجعت کنید در کتاب ابن عابدین شامی رد المحتار، شما مراجعت کنید در کتاب فتاوای محمودی خدای نظر، شما نظر کنید در کتاب منبع العلوم محمد عمر سربازی خدا رحمتشون کنه. میگه کسی که اگر پنجشنبهگی میکند، کسی 7 میکند، 40 میکند و کسی رفته از همون طعام میخورد وای مکروه تحریمی است، او حلال نیست برای شما میگه خوردنش، چیزی در اسلام نیست. چخیل شما رفته در اونجا بسم الله گفته میگه وای میخورین؟ صاحبای کتاب میگویند. این مرد اگه شکایتش همین وقتی ما با اون جواب گردانیدیم و گفتیم پروردگار در قرآن سوره اعراف چی میگوید؟ ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. ببین هر وقتایی که اگر کدام شهر ایمانی به خدا بیارن، کدام شهر از خدا بترسن، لفتحنا برکت من السماء والارض. خدا در سوره اعراف والله اعلم آیت 157 است. خدا میگه اگر انسان ها ایمان بیارن، از من با پررگی بترسن و آن چیزی که گفتم همشه اجرا کنن، قسم به بزرگیم که خاندانشانه ملکشانه سیر برکات میکنم. یعنی خدا میگه من شما را بای میکنم، هیچ قحطی در شما پیدا نمیشود وقتی از من میترسید. یعنی اینها باعث من شدن بی برکتی چی بوده است؟ خدا ناترسی است.